بعد رفتیم سراغ صفر کردن سقف دیگه. پیچای سقف رو زدیم و همینطوری که میبینید سقف رو کامل کردیم. یه امضای قشنگ کوچولو همون گوشه انداختیم که اینم شد امضای کار و یه جورایی یه حالت یادگاری هم بود. اینجام دوباره من اومدم توی تصویر و اشاره کردم به همون امضا و یادگاری که روی سقف انداختیم. اینم عکس اون یادگاری و امضاست که بین من و رضاه. یه تاریخ زدیم، یه پی و آر نوشتیم و هر کدوم امضا کردیم. یه سوتی خیلی ناز و شیکم دادیم که کسی که بفهمه معلومه خیلی باهوشه. و اما مرحله پایانی نصب سینی‌های زیر کفی قفس که خیلی مهمه. چرا مهمه؟ به خاطر که تمام فضولات اضافه غذاها هر آشغالی که توی قفس هست از روی اون فنس بریزه پایین و داخل این سینی باشه که شما بتونی هر چند وقتی با سینی بکشی بیرون و کف سینی رو تمیز کنی و خیلی راحت و تمیز و شیک یه قفسی داشته باشه که آشغال توش زیاد جمع نشه، بوی زیاد نگیره و محل تجمع انگل و کرنه و بیماری برای پرنده هات نباشه. اگه دوست داشتی این ویدیو رو حتما سابسکرایب کن، نظراتتو کامنت کن برام و یه سر به کانال هم بزن و از روز اول تا امروز جاوید و بقیه جوجه ها رو ببین.